برای مقصد تلویزیونی باید که برنامه تیار کنیم اطراف همین چیندن پخته نوحیه همدانی رفتیم میگه رئیس جماعت بسیار مرده که خوب مهمان نواز بگه گرفت خونش برد میگه او عزت بسیار مکردو همین پدن الله تو چویا بیاره لعنتی و فلان کنه اینو میگه شب خیلی اینا من میگه سحر اومدم روز دیگه همین تونمو پیش اصل خلاص کردیم گفتم میریم گفت کجا میریم گفتم مهمان خونه گفت خونه من میریم کی گفت محکمه بخشی نمیره با گفت چی کم بودی ایوان دیده گفتم دهن تو خی بسیار دهنی پلفسای بعد داشته حقوراتی بسیار میکنی ولی هم خونه بوده چی میگن سه چهار مهمانی دنگوسا اومدم همین روز تو میگه حقورات شنیده شب تا سحر بعد گفت که بیای پدودید نکنه همین مردم ما الحمدلله همین سنت پیامبر دارن مهمان نوازن خدا را شکر نسبت بسیاری مردم ما الحمدلله که مهمان نوازن همین برای ما را مهمون برای در مهمون خونه خوب کنه ز پدلو ای همین میگه گفت که بیای همین مرا ایزون نتیم بخدا بیای بریم تو شما رخصت نتین گاب نمیزنم حقوراتوس بیست گاب نمیزنم خیلی میگه اومدیم قطیش تورات کردیم اصل خوندیم ششتیم چخ چخ شام شد شما جماعت کردیم خوندیم چخ گاب نمیزنم خب پای میگه چخ خفتن شده است نه چویه نه اونده بشنگیدم میگه من میگه همدیگر هم تایش سرد نگه داریم یه وقت میگه گفت که هم تا دوست شوار داشت میگه بعد گفتیم گفت زن اجازه هسته یا چی پرسم تون گوش نمونده من میگه گفتیم خیلی وقت مرا اجازه بده من فعالیت کنم من گفتیم مایلش با می در اون کرد یه بار پدر بکشه مهمونو را سرخون اومده بعد الخوت اومده اوه نخواد زندگی را به همین درجه را بیاریم نخواد به درجه گوگدن شوه همه خانواده که تو زمان حقورتش نکنید به مهمون چوی نیورد